انتخابات حتما اشتراک میکنیم اوضاع خیلی نمیگذاره میبینیم قرار داده بتونه میبینیم باید اشتراک نفره باور دارید مثلا شفاف میگذرن انتخابات؟ هیچ چیزی گفتن نمیتونه اشتراک میکنم ها. شما با شفاف گذشتن انتخابات باور دارید؟ باور دارم برای که انتخابات توی میشد اصلا من شخصا خودم هم اشتراک میکنم اعضای اولیای ما هم نیز اشتراک میکنن اگر ما رفته خودمون اشتراک کنیم این علاقه نتیجه شفافیت نشون میده. نه البته برای چی؟ نه چون که من آدم دیندار من فقط خدا به باوری دارم پوچوی من خدا راهنمای من خدا من به فقط خدا یاردم میکنم برای همین من هیچ کس به نه باوری دارم نه آوازم میتیم В выборах Да. я никогда не участвовал. И, наверное, не буду. Почему? Ну вот я такой человек, что не участвую, не буду. Не верите? Нет, я никому не верю. هر یک شخص از خودش وابسته است. خلق کدوم را خواه همون را انتخاب میکنه. اما با فکر شما شفاف میگذرد همون کسی را که انتخاب کرد خلق همون میگذرد یا نه؟ در این چیز گفتن هم نمیتونم. باوری ندارید؟ باوری نیست. حقیقتا. برای چی شرکت کنم؟ پس برایش نمیکنید؟ برای چی کنم اگه نه؟ آخه انتخابات است شما باید انتخاب کنید وکیلتون انتخاب کنید. نه. شما باور دارید که انتخابات شفاف میگذرد؟ نه. باور ندارید؟ نه. حتما اشتراک میکنیم شما باور دارید که شفاف میگذرن انتخابات؟ البته امید داریم نه تاجیکستان باید منتظم به اصلاحات قانونگذاری انتخاباتش باید آغاز کند به خاطر اون که وضعیت جهانی وضع یافته ایستاده است به همین خاطر باید حتما تغییرات شود من به این امید دارم